چند تا عکس گرفتم. مال دوستمون راضی نیست. والا از کجا فهمیدی؟ آقا راضی نیستی؟ چرا بابا داره میخنده؟ اوکیه. آره اینجا شهرداری یه هوای خوب، اینجا شهرداری یه هوای خوب، یه هوای بهاریه. حالا مثلا ما شهریور مایم، آخر شهریوره، ولی هواش خیلی خوبه. بارون هم اومده، جای همگی خالی. با ما باشید که بعد از شهرداری قراره بریم یه جای دیگه. چطوریم بچه‌ها؟ ما اینجا اومدیم شهرداری، واقعا انقدر هوا خوبه، یعنی استیکره هست یه چجوری، یعنی خیلی خوبه. خیلی هوا خوبه. بعد میخوایم بریم الان صبحونه بخوریم، یه جای خیلی خفن میخوایم بهتون نشون بدیم، بعدش هم میریم یه جای دیگه. با ما همراه باشید. منطقه آزاد رو میخوایم امروز بریم با هم بگردیم میخورده. آره با ما باشید. بچه یه کافه خیلی باحال باز شده، اسمش هم هست کافه رشت. من تا حالا نیومدم، حالا امروز میخوایم با حمید بریم تست کنیم صبحونه هاشو. عکساش که خیلی خوشگل بود، بریم ببینیم چجوریه. فضاش هم یه فضای کوچولوی گوگلی مگولیه. جانم خب صبحونه ما رو آوردم. من سوسیس تخم مرغ رو بیافتم، املت رو به سفارش داد. جای دوستان خالی. بچه‌ها این شد پول صبحونمون. خوب بود قیمتش. آره خوشمزه. بعد خوب بود. آره بعد من ازش پرسیدم، گفت شبا هم هستیم. بعد دوره یعنی با همین تصمیم گرفتیم که چون به خونمون نزدیکه، بعضی شبا بیایم اینجا بشیم چایی بخوریم. چایی هم بارون هم گرفت بخوره بیاد. بارون میاد بچه، چقدر قشنگه. اصلا یکی از پدیده های زیبای رشت همینه که یهو بارون میشه و مایی که عاشق بارون لذت میبریم. همه بارون دوست ندارن ولی من دوست دارم. بریم به سمت آقای میرزا. اینجا همونطور که میبینید پشت من این ساختمون معروف شهرداری رشته که که فکر کنم عکسای زیادی اینجا دیدید. یعنی هر کسی میاد رشت میاد تو همین منطقه که کلا سنگفرش پیاده روه و اینجا عکس و فیلمای خوشگلی میگیرن. الان در حال تعمیره، بازسازیه. ولی واقعا ساختمون خوشگل و بسیار قدیمیه. هم این هم ساختمون پست که اونوره. بارون داره میاد، الان ما خراب میشه. بریم بازارم بهتون یکم نشون بدیم. اینورم پشت ساختمون است، بسیار عالی و خوشگل. اینجا یه کافه خیلی قدیمیه که
خیلی از فیلم ها رو اینجا ساختن. یه فیلم خیلی معروف هم اینجا ساختن که لیلا حاتمی توش بازی کرده. حالا براتون اون چیز فیلم رو میذاریم که ببینید. فکر کنم اسمش بود در دنیای تو ساعت چند است. بعد خیلی قدیمیه اینجا، خیلی هم میان اینجا فقط عکس و فیلم میگیرن. تازه زر بازسازیش کرده، رنگش کرده دیواراشو، ولی خیلی وایب قشنگی داره. قربان چکنه بلغارا قربان تو چقدر خوشی جنگل میان ملت وسیع ملت بفاودنیا خاخورتی بلا گردان بشویا تی دنبالا بامم روسان برا بگیفتن رسپاب من بوبام ای جان خاخر یادگار مار چهره تو بامی تو رسوا بیدی. اینجا اومده بیدونم؟ قبلا اومده اینجا املت خوردیم ولی چون دیگه صبح اومدیم چای رو اینجا بزنیم. چایش خدای خوشمزه، من یه طعم خاصه. آره جلو کلا چون قدیمیه و حس خوب داره، شما اینجا هر چی بخوری بهت میچسبه. حالا چای صبحونه است تقریبا. آره خوب حالا یه موقع رفتن اگه خلوت شد اون قسمت گوشه که لیلا حاتمی دقیقا مثل اینکه تو فیلم اونجا نشسته بود، پشت گوشه آره. و هر کی میاد اینجا آقا میگه، هر کی که اونجا میشینه آقا بهش میگه میدونی اینجا قبلا کی نشسته؟ لیلا حاتمی. اینجا لیلا حاتمی نشسته بوده. حالا اگه خلوت شد الان آدم نشسته فیلم میگیری. بچه اینجا جا خالی شد و دوید اومدیم. ببین دقیقا اینجا با همین صورت مثل اینکه لیلا هم نشسته. سرنشتمتی منتظر زلفنا تبدیت شانسته خلوتی شان دریدن بردن دری بشنیتون بیجاره وقتی مرا دینی فرار کنی هنده کتومی مرا غار کنی ناز نکن نازنی سوسته کن پا بدین تیاره حال زره تیمو کی اجور تلانو بو کرتی چوم انقدر بلانو بو بتا بی قرار بنانو بو بشکنی کرتی اهده تیمو کی اجور تلانو بو کرتی چوم انقدر بلانو بو بتا بی قرار بنانو بو بشکنی کرتی اهده روزدن افتاب شب دین مطب چومدی چنتنم کوچه به کوچه خانه به خانه یارانم دخانم روزدن افتاب شب دین مطب چومدی چنتنم کوچه به کوچه خانه به خانه یارانم دخانم خیارا محلیه بوتهیه خیار گوشیه جاده سرنشتمتی منتظر زلفنا تبدیت شانسته خلوتی شان دلیدن بردن دلی بشنیتون بیجاره وقتی مرا دینی فرار کنی هنده کتومی مرا غار کنی ناز کن نازنی سوتا کن حبیدی بیاره حال داره تیمو کی اجور
برید بیا بابا خیلی ارزانیه بابا خیلی عالیه سالم کشمی تو زدی دیستی بسی کنه بی خلدی یه آتش نباده بجنه یا خره عشقانه عشقی شدنه دانه دانه اینکی بیجه سکه اینجا تولید و مصرف مایش اینجا خب آقا ما رفتیم میدون شهرداری که براتون فیلم گرفتیم، رفتیم صبحونه خوردیم، چای خوردیم جاتون خالی. بعد دیگه بارون شدید گرفت و دیگه ما اومدیم الان داریم میریم سمت منطقه آزاد انزلی که اونجا هم براتون میخوایم کلی فیلم بگیریم، معرفی کنیم بهتون. خیلی خوب و قشنگه و اینکه من البته الان دیگه خیلی معروف شده و اکثر آدم ها یعنی خیلی مسافر میاد چون جنساشون خارجیه. آره آخر رفتن که هیچی، هر روز همش شلوغه. ببین قیمتاش خیلی ارزونتر نمیتونیم بگیم از جای دیگه. حالا میگیریم قیمتا رو ببینیم ولی پرواز بعد خارجیه دیگه، یعنی مثلا بیشتر از ترکیه و اونا میارن. خوردنی های خوبی داره، بهداشتی و آرایشی و اینا هم خوبه. حالا بریم با هم دیگه ببینیم چجوریه دیگه. بعد با اینکه ما وسط هفته سعی کردیم بیان که خلوت باشه ولی باز شلوغه، یعنی اینجا همیشه شلوغه. بهترینه که تایمای تعطیلات اصلا نیاین چون به شدت شلوغه و صفه، اصلا یه صف وحشتناکیه. بعد که وارد میشیم اینجا میاین اینجوری این قسمت باید برین ورودی بدین، عوارضی شده و این هم صفه کلی باز شلوغه با اینکه خواستیم یه تایمی بیایم که خلوت باشه. بچه ها اینجا باید ورودی پرداخت کنیم، 30,000 تومنه. چادر دادن شبانه هم ممنون. این تا ساعت 12 به بعدم دیگه باید تخلیه کنید. آره میبندن چون اصلا کلا ممنوع کردن. به یه سری از این ماشینا میان میچرخن خفتت میکنن میگن بپر بیرون. آره دیگه 30 تومن میدین دیگه وارد این محوطه میشین. علاوه بر پاساژ و یعنی کلی پاساژ داره، رستوران داره، آره کنار ساحلش دریا داره، آلاچیق داره، یعنی همه چی تمومه دیگه، همه چی داره، هم تفریحیه هم خریده.
ولی میبینید دیگه همیشه اینجوری مشکل جا پارک دارین اگه مواقعی که تعطیل بیاید. بچه ها اینجا اکثر برندها، نه حالا همه ها، یه سری برندهای ترک اینجا شعبه داره. الان این دیفکتو تازه شعبه زده، بغلش هم یه دونه السی و کیکی زده بود. یه تایمی کتون هم بود ولی الان دیگه نیست بکنم. حالا این دیفکتو رو میایم میبینیم از نزدیک. خب رفقا ما رسیدیم کاسپیان، ماشین رو پارک کردیم، کلی هم منتظر موندیم یه جای پارک پیدا کنیم. هی جلو عقب کردیم، چرخ زدیم تا یه جای پارک پیدا کنیم. این قسمت شما دارید میبینید یک بخشی از کاسپیانه، یعنی کلی پاساژهای دیگه هستش که اون قسمت پشتره. بعد پاساژهای پاساژ معروف یعنی این پاساژ این جدیده، یه دونه هم آرش ماله که نگاه کنید اونجاست. اون آرش مال هم تازه زدن ولی خب همچنان در حال گسترشه و هر روز دارن پاساژهای جدید میزنن. خیلی هم شلوغه امروز به خاطر اینکه شنبه تعطیله. قبلا انقدر شلوغ نبود، الان چند ساله که دیگه فکر کنم خیلی شناخته شده از همه جای ایران میاد. این یکی از پاساژها اونورم هست. نوتلا به این بزرگی کجا دیده بود خدا وکیلی. از سایز نوتلا رو ببین. پاساژشون هم کلی غذاخوری و فودکورت دیگه، مثلا رستوران داره، میتونید بیاین بگیرید. در کل اگر بخوایم بیایم برای خرید جای خوبیه، چون جنس‌های مختلفی داره، همه چی میتونید پیدا کنید. حالا هم از کفش و لباس و پیرن و هر چی بخواید میتونید. ولی یه داستانی هست اونم اینه که خب جنساش هم خود خارجی هستش و خیلی چیز دیگه هم به اصطلاح شاید جای دیگه گرونتر باشه، ولی باز با این حال ولی خوراکی خیلی خوبی داره. برند هامکو همین چیزای خوشمزه رو میتونید اینجا پیدا کنید. آره خوراکی‌های خارجی، شوینده‌های خارجی، همه چی داره. همه چی هست. این قرفه هم که عشق منه دیگه، نوتلا و انواع شکلات‌ها، اینجا هم بیکوس. خب اینجا یه السی واکیو دیفکتو هم هستش. بیشتر واسه خانومه. من السی واکیو خیلی خوشم میاد. حالا بریم ببینیم اصلی. ما رفتیم الان پاساژی که از پاساژا رو رفتیم ولی خب خرید نکردیم. خیلی شلوغه، خیلی هم واقعا چیزی لازم نداشتیم. و حالا این قسمت یعنی شما اینجا رو انتها میری اینور میشه قسمت قدیمی و اولیه کاسپیان. اینجا کاملا جدیده این قسمت، حالا مجتمعه بوده ولی اینجا جزو اولین ها بوده. حالا یه پاساژ هم هست میریم نشونتون میدم. اون پاساژ جزو اولین پاساژهای کاسپیان بوده که بعدها این یکی ها رو درست کردن. اینا اولی بوده. اینایی هم که میبینید اینا همه تازه در حال ساخته. ما اومدیم مغازه خرید جزئی هم کردیم برای خودمون. مانتلی و تست کنم چی میگه مانتی. ما ترکیه خوردیم ولی حالا نمی‌فهمه چیزی. فکر کنم توش گوشته، می‌بینی یه گوشتی رد شده است. اینم خیلی دوست دارم. چیپسه.
اینم که قراره آقا حمید یه نودل تند بزنه و اینو تست کنه. اینجا هم آرش مال تازه باز شده، اینجا مرکز خرید جدیده، در کل خوشگله دیگه. حالا تشریف آوردید حتما بیایید اینجا. خب آتسا میخواد گوشه بزنه تو شار ببینیم چجوری استفاده میشه. بعد این کابلی که استفاده میشه کابل خودشونه؟ آره دیگه اینجا میپرسه با کیفیته؟ آره. تکرار کن موبایل تو. سگه رو میخوام. نگاه کن دیدیم انواع لاکر باز شد. چند مدل مختلف داره. 3 مدل سریع داره. شارژ میشه. بعد میبندی. شماره 4. جالب. بعد بشینیم یکم. اینجا هم داره بعد برداشتن. یه گزینه هم داره برداشتن موبایل که برداشتن. خب ایده جالب. بعد خوبیش اینه که الان تو میتونی گوشه بزنی به شار به خیال راحت بری کاراتو انجام بدی فلان، بعد باز بری گوشه برداری. خیلی خوب. حالا میریم موبایلشو برداریم واسه گوشه شارژ شد. بزن شماره‌اش دارم، تصویری که انتخاب کرده رو بزن. ادامه لاکر 4 شارژ شد. 66% شارژ. مرسی. اینجا سینما هم داره بچه‌ها. طبقه آخر سینما داره. فیلم‌های جدید هم تبلیغ می‌کرد برای اکران. اینم کافه زیباشه که می‌بینید. کافه خیلی باحالیه. اون زمانی که داشتن اینجا رو افتتاح می‌کردن به قدری آدم اومده بود، این بغل طبقات رو نگاه کنید شیشه داره، اینجا وایساده بودن. بعد بهشون میگفتن که هر آن امکان داره که شیشه ها بشکنه و مثلا مردم بریزن. انقدر جمعیت اومده بود، افتضاح بود. افتضاح. بعد اینم یعنی بر کلیه. یه خاطر خنده دار کجا؟ ببین واسه من نگاه کن اینجا قبلا فقط شیشه بود، هیچ کدوم این استیکرها رو شیشه نبود. بگم به خاطر من اینو زدم. من این شیشه ها رو انگار ندیدم، همینجوری رفتم شیشه. یعنی ببین من سریع جمع کردم، من خودم سریع جمعش کردم. هر کی تو بود به من خندید. الان فکر کنم به خاطر من زدم. اینم بچه‌ها جزء برندهای خوبیه که لوازم چیز بهداشتی ایناست که اینا خیلی قیمتش مناسب‌تره. آره اینجا میدون نمایندگی نسپرسو هستش، میتونید بمیرید اونجا. خوبه. خب اینم طبقه آخره آرش ماله که قشنگ از بالا مشخصه که کاسپل نمالی ساعت بزرگی چند نکنه ترافیک فقط شما چقدر ماشین اومده اینجا. حالا اون پشت هم یه پارکینگ خیلی بزرگ هست که پره. اینجا هم پره، اون انتها پره. خیلی شلوغه خدا وکیلی، یعنی اصلا یه خود دیرتر هستن دو پارک پیدا نمیشه توی اصطلاح پارکینگ بزرگ. حالا هم آقا طبقه آخر یه فودکورت داره که تازه راه افتاده. هم فودکورت داره هم یه دونه سینما داره. سینماش راه افتاده که فیلم‌های جدید اینجا به این شکل تبلیغ میکنن. این قسمت
این دستش هم که فودکورت هاست. یه چیز جالب هم داره، این سقفش هم خیلی خوشگله. یه چیز جالب‌تر هم می‌کنه آرشمال. بعد یه دونه پل شیشه‌ای زدن از این ور به اون ور. نکنید پل شیشه میخوای راه بری خوبش می‌کنه. قشنگ تو خوبی؟ ترسناکه. یه ذره عمیق نگاه کن، خیلی ترسناکه. ولی خب خوشگل درست کردن. یه کلیاتشه که خوشگل درست کردن. فودکورت هم بچه ها غذاش خدای خوبه. ما یه بار اینجا کباب خورده بودیم، خیلی خوشگل. خورشتی و کباب. اینجا تا میتونیم خامه ما اومدیم اینجا یه جای پیدا کردیم یه ذره اتراق کنیم، ناهار و شام رو با هم بزنیم دیگه. بساط چای میگم، بساط زغال بعد درست کنیم ببینیم چی میشه دیگه. انقدر اینجا هوا سرده، من کاپشن پوشیدم، خیلی سرد شده. ما دیگه آخرای کاسپیان گردی و رشگردیمون اومدیم همین تو خود کاسپیان. آسیا جان چی از آلاچیق هست؟ باد البته. این کنار ساحل یه سری آلاچیق اینا زدن، بعد جای زغال هم گذاشتن که شما مثلا کباب و اینا بخواید درست کنید راحت درست کنید. دیگه ما جای شما خالی گوشت و پنیر و قارچ گرفتیم. البته جوجه کباب گرفتیم، ولی چون آسود نمی‌خوره من پنیر و قارچ رو زیاد گرفتم که بعد شامو اینجا بزنیم و بعد دیگه بریم سمت خونه. امیدوارم که از این ولاگ خوشتون اومده باشه. حالا باز جای دیگر رو تو گیلان خیلی جا داره، حالا این دو تا جا رو به شما معرفی کردیم. باز اگر دوست داشتید ویدیو رو ما رو حمایت کنید، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. و اینکه مرسی که همراهمون بودید. امیدوارم که باز ببینمتون با ویدیوهای جذاب‌تر میایم حتما. خداحافظ. Don't leave me here high and dry.